اگه میخوای توی فر مرغت خشک نشه، این چند تا راهکاری که بهت میگم و انجام بده. بعد از اینکه مرغ رو برش زدم، خوب داخلش رو شستم. بعد از اون با چاقو چند تا برش زدم که تمام مواد مرینیتم داخل مرغ بره. در مرحله اول مرغ رو به مدت 1 ساعت تو آب و نمک خیسوندم. بعد از اون تایم مرغ رو شستم و این بار به مدت 1 ساعت گذاشتم توی سرکه بمونه. به کره آب شده زعفرون اضافه کردم. به مرغی که از سرکه خارج کرده بودم اضافه کردم. با دستم خوب ماساژ دادم که کل مرغ و کره و زعفرون بگیره. پیاز، سیب زمینی و گوجه رو حلقه‌ای برش زدم. توی سینی فر چیدم، بهش مرغ رو اضافه کردم. نهایت اون کره و زعفرونی که توی ظرف بودم به مرغ زدم. مرغ رو به مدت 1 ساعت گذاشتم توی فر و اینجوری تحویل گرفتم. مرغ زیادی پخته بود و خیلی نرم بود. سیب زمینی و پیازم اصلا بهشون روغن نزدم، یه کوچولو نمک زدم و با کره و زعفرون خود مرغ پخته شدن.